بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان و آرزوی این که همیشه در پناه حق موفق و پیروز و خوشبخت و با سعادت باشیم. امروز قصه یک پیامبر بسیار بسیار عزیزی رو واسه شما تعریف میکنیم. قصه حضرت یوسف فرزند یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم علیه السلام که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در موردشون میفرمودن که کریم، فرزند کریم، فرزند کریم، فرزند کریم. این قصه از معدود قصه ها یا شد تنها قصه است که قرآن کریم یک سوره کامل رو به اون تخصیص داده. قصه از اولش تا آخرش در یک سوره اومده با تمام تفصیلاتش و به صورت یک قصه فنی که در ادبیات خیلی جا پیدا کرده و ادبیات در همه زبانها روش خیلی بها داده و روش قصه ها نوشته شده و چه به صورت شعر و چه به صورت نثر. خداوند منان یک سوره رو تخصیص داده به سوره یوسف و در این قصه، در این سوره ما میبینیم که حضرت یوسف علیه السلام کودک خردسال در خواب میبینند که ماه و خورشید و 11 ستاره در مقابل اون سجده میکنن. این قصه رو برای پدرش یعقوب که پیامبر هست تعریف میکنه. حضرت یعقوب هم قصه رو میخونه و تعبیرش رو میدونه که این پسر من صاحب شأن و مقامی خواهد شد و پیامبری پس از من به یوسف علیه السلام منتقل میشه و بهش توصیه میکنه که پسرم شما این قصه رو، این خواب رو واسه کسی تعریف نکن، چون که حضرت یعقوب میدونه که حسودان و افراد بدجنس زیادن و خود برادرای یوسف هم شاید حسودی کنن و بلایی سر پسرش بیارن. اینجا بود که بهش توصیه کرد که نکنه این قصه رو واسه کسی تعریف کنی، اما خود یعقوب علاقش به نسبت به یوسف به مراتب بیشتر شد و محبت و لطفش به یوسف بیشتر از سایر فرزندان بود و این باعث شد که فرزندان یعقوب که افراد به اصطلاح بزرگی بودند و کار میکردند و احساس میکردند که باید پدرمون بیشتر به ما محبت، اظهار علاقه و محبت کنه تا به این پسر بچه هیچ کار نمیکنه و این باعث شد که در اونها شیطان آتش حسد رو در دلهاشون شعله ور کنه. بعد این فرزندا با هم جمع شدن که پدرمون یوسف رو خیلی دوست داره و ما باید کاری بکنیم و اینا. بعد بعضیاشون گفتن که آقا راهش همینه که بگیریم یوسف و بکشیمش، تموم شد. بعد از اون هم توبه کنیم و افراد صالح و نیکوکاری باشیم. پدرمون هم واسمون استغفار میکنه، مغفرت میخواد. با هم به شور و مشوره نشستن و این رأی مطرح شد که نه، چرا بکشیمش، بیایید بندازیمش توی چاهی، کسی میاد از اینجا میگیره میبردش با خودش و برده میشه، چی میشه، هر چی میشه، به ما چی هستن، از شرش ما میخوایم راحت بشیم، چرا بکشیمش. به هر حال بعد از شور و صلاح به این نتیجه رسیدند که بله ما تو چاه بندازیمش. خب الان چطور از پیش پدرش بیاریم؟ رفتن پیش پدرشون و گفتن که بابا چرا یوسف اینجا تو خونه نگه داشتی، نمیذاری بره هوایی بخوره؟ ما میخوایم بریم پیکنیک. یوسف هم اگر اجازه بدی با خودمون میبریم اونجا و بازی میکنه، میگرده، میخوره، خوش میشه، چرا همچین تو خونه مونده اینجا پژمرده شده؟ حضرت یعقوب گفت که نه، من میترسم که خدایی نکرده بلایی سرش بیاد و من باش هستم اینجا، مواظبش هستم. گفتن چه بلایی سرش میاد؟ بابا ما که هستیم 11 نفریم، یعنی چه بلایی سرش میاد؟ گفتن که ممکنه که مثلا شما برید مشغول بشید، توجه نکنید، گرگی خدایی نکرده بهش حمله کنه و اون رو بدره. گفتن که گرگ برادر ما رو میتونه بخوره؟ ما گرگ رو میذاریم که دست کنار برادر ما بیاد؟ ما چه هستیم؟ ما کجا هستیم؟ به هر حال شروع کردن با شیوه های مختلف تا اینکه پدرشون رو
قانع کردند که حضرت یوسف را با اونها بفرسته. برادران یوسف رو گرفتند و رفتند به صحرا و پیکنیک و بازی ها و اینا و تیراندازی و میدون و به هر حال تا اینکه نوبت مکرشون رسید. اومدن و یوسف رو گرفتن و لباسش رو در آوردن و انداختن تو یه چاهی. بعد از اون یک بره آوردند و کشتند و کباب کردند و خونش رو هم ریختن روی لباس حضرت یوسف و اومدن شب که کسی متوجه نشه و حضرت یوسف حضرت یعقوب نتونه چهرهاشون رو خوب ببینه و بدونه که اینا مکر و حیله میکنن، اومدن زار زار گریه میکنن که آی چه خاکی به سرمون بندازیم که برادرمون رو گرگ خورد. اومدن پیش حضرت یعقوب میگن که یوسف رو گرگ خورد، این هم لباسش. حضرت یعقوب با دیدن لباس کامل، هیچ پاره پوره نیست و گرگه اومده لباس رو در آورده و بچه رو خورده، فهمید که اینها همش یک مکر و حیله است از اینها و گفت که شما دروغ میگید و من راهی هم ندارم مگر اینکه صبر پیشه کنم و صبر کرد، کاری نمیتونستم بکنه. این بود که بعد از اون گروهی اومدند از اون آب میخواستند آب بکشند، از اون چاه میخواستند آب بکشند، دلوشون رو انداختن تو چاه. حضرت یوسف خودشو انداخت تو دلو، اومد بیرون. اینا هم خوشحال شدند، یک برده پیدا کردیم. اما اون رو گرفتن و پنهانش کردن و فروختن به یک قافله‌ای و قافله‌ای که میرفت به مصر و در مصر در بازار برده فروشان یوسف رو به حراج گذاشتن. عزیز مصر که به اصطلاح نخست وزیر میخوای اسمشو بذاری یا رئیس اقتصاد، وزیر اقتصاد کشور مصر، کسی که به اصطلاح شخصیت دوم بعد از پادشاه بود، از اونجا رد میشد. پسر بچه بسیار زیبا، یوسف در زیبایی بیمانند بود که میگن که همه زیبایی در دنیا به دو نصف تقسیم شد، نصفش داده شد به یوسف تنها و نصفش در بین همه بشر تقسیم شد. وقتی این پسر به این زیبایی رو دید و بچه دار هم نبود، به همسرش گفت که ما این رو میگیریم و تربیتش میکنیم. یوسف رو گرفتن که کمککاری هم بشه و در آینده اون رو به فرزندی خودشون قبول کنند. در اون خونه یوسف بسیار بهش خوش میگذشت و بهش میرسیدن تا اینکه یوسف کم کم بزرگ شد و مشهور شده بود که فرزند عزیزه. البته این به فرزند گرفتن این به هر حال یک رابطه غیر طبیعی بود. درسته که مردم این رو بها میدادند و تقدس‌های شکلی میدن، اما خود یوسف هم احساس میکنه که این خانم مادرش نیست، خود این خانم هم احساس میکنه که این پسرش نیست. به هر حال این جوان بلند شد و هرچی بیشتر و بیشتر بزرگ میشد به زیباییش اضافه میشد. زن عزیز چشم داشت به یوسف که به هر حال ازش کامجویی بکنه و در یک فرصت همه درها رو بست، یوسف رو تنها گیر آورد و گفت که یالا. اما یوسفی که مؤمن و دست پرورده یعقوب پیامبر بود چطور میتونست به اون عزیز مصر خیانت کنه و چطور میتونست همچین کار زشتی رو بکنه و معصیت پروردگارش رو بکنه؟ یوسف از دست زن عزیز فرار کرد و رفت به طرف در. زن عزیز حمله کرد بهش و لباسش رو از پشت گرفت، لباس پاره شد. در این اثنا عزیز مصر با کسی دیگه اومده بودن جلوی در، این سر و صدا رو شنیدن. در وقتی باز شد دیدن که همچین حالتی هست. فوراً زن عزیز از خودش دفاع کرد و گفت که کسی که خواست به من اهانت کنه، به من تجاوز کنه، چیکار برای باید سرش در بیاری؟ و عزیز مصر مونده بود در مقابل این صحنه. اون کسی که همراهش بود گفت که خودتون ناراحت نکن، ببین لباسش از کجا پاره شده است. اگر از جلو پاره شده یعنی اینکه یوسف به اون حمله کرده، اون لباسشو گرفته پاره شده. اگر از پشت حمله کرده یعنی اینکه یوسف فرار کرده، اون از پشت گرفته و لباس پاره شده. وقتی لباسو دیدن فهمید که خیانتکار زنش هست و به یوسف گفت که این حرفو جایی نگو و زنش رو گفت که خب از این کار برگرد. به هر حال خانواده اشرافیان دیگه غیرت هم همچنین کمرنگ در بینشون. به هر حال
اینطور شد که بعد حرف رو زبانها افتاد، همه زنها نقل مجلسشون شده بود که زن عزیز عاشق به اصطلاح خادمش شده، عاشق نوکرش شده و زن عزیز هم خواست که از حیثیت خودش دفاع کنه. همه این زنای اشرافی رو دعوت کرد خونهش، به هر یکی یک چاقویی داد که بیاد میوه بخورید. در این اثنا به یوسف گفت که بیا داخل. وقتی اینا یوسف رو دیدن که این انسانی نیست، این فرشته است، خودشون رو گم کرده بودن و با همون چاقو انگشتاشون رو میبریدن، هیچ احساس نمیکردن که چی میشه. و گفت که حالا که بعد از اون گفت که این بود که شما به من طعنه میزنید و گفتن که واقعا حق داری، باید ازش کامجویی بگیری، هیچی، باید به ما هم این فرصت رو بدی که ازش کام بگیریم. به هر حال بعد از این زن عزیز یوسف رو تهدید کرد که یا حرف من رو میگیری یا میندازمت زندان، و به خاطر اینکه نامش در بین مردم بد نره این بود که یوسف رو به زندان انداختن تا مردم فکر کنن که حتما لغزش از یوسف بوده و الان مورد مجازات قرار گرفته. یوسف مدتی رو در زندان ماند. در زندان هم زندانیاش دو نفر بودند که اینا خوابی دیدن. یکیشون خوابی دید که برای پادشاه شرابی درست میکنه، شربتی درست میکنه، تقدیم میکنه. یکی خواب دید که به اصطلاح رو سرش نونی هست و مرغا از اون میخورن. از حضرت یوسف خواستند که این رو تعبیر کنه. حضرت یوسف خوابشون رو براشون تعبیر کرد و گفت که یکیشون کشته میشه، اعدام میشه و مرغا میان از سرش میخورن، و به دیگری گفت که به اصطلاح یکیتون هم آزاد میشه و ساقی پادشاه میشه. و به اونی که گمان میکرد که ساقی پادشاه میشه بهش گفت که وقتی رفتی پیش پادشاه یادی از من هم بکن که من اینجا مظلومم و هیچ گناهی ندارم و زندان موندم. طرف رفت اما شیطان از ذهنش این رو کشید و یادش رفت، تا اینکه پادشاه خودش خوابی دید که 7 تا گاو گنده 7 تا گاو لاغر رو میخورند، 7 تا خوشه و سنبل گندم خشک، 7 تا خوشه سبز رو میخورند. و از اطرافیانش خواست که این خواب رو تعبیر کنند. گفتند که آقا افسانه است، اینا رو ولش کن، کابوس دیدی، هیچی مهم نیست. و اینجا بود که این خواب باز براش تکرار شد و میپرسید و ناراحت بود، تا اینکه همین ساقی یادش اومد که همچین کسی در زندان بود. قصه رو برای پادشاه تعریف کرد، گفت برو ازش بپرس و بگیر بیارش. رفت اونجا از حضرت یوسف تعبیر رو خواست. حضرت یوسف گفت که بله خشکسالی میشه، 7 سال شما باید خوب به جای اینکه تعبیر کنه راهکار براشون تقدیم کرد. 7 سال خوب گندم بکارید، این رو ذخیره کنید، بعد از اون 7 سال خشکسالی میشه. تو اون سالهای خشکسالی اون چیزی که ذخیره کردید اون رو میتونید بخورید و به دیگران هم، به ملت‌های دیگه‌ای که نمیدونن هم بدید. وقتی این خبر را آورد پادشاه گفت این رو بیارید که باید من ببینمش و کنار من باشه در این مشکلی که پیش رویمون هست. وقتی رفتن پیش یوسف، حضرت یوسف انکار کرد، گفت که نه من حاضر نیستم بیام بیرون، مگر اینکه من نمیخوام که با یک مرسوم پادشاهی تبرئه بشم بیام بیرون، من میخوام تبرئه بشم از اون حقیقتی که هست. برو به پادشاه بگو که از زنها بپرس که چرا دستاشون رو قطع کردن. اومد و حرف رو حضرت یوسف رو به پادشاه رسوند. پادشاه هم زنهای اشرافی رو جمع کرد و گفت که ماجرای شما با حضرت یوسف چی بود. اونها هم اعتراف کردند و بدین صورت براءت یوسف علیه السلام ثابت شد و یوسف علیه السلام از زندان اومدن بیرون و پادشاه اون رو مسئول خزانه قرار داد و این پروژه آینده رو به ایشون واگذار کرد که چطور بشه با مشکلی که پیش رو هست مقابله کرد. و یوسف شد از چاه بر اومده بود به خونه عزیز مصر، الان از خونه عزیز مصر رفته بود تو سلولهای تاریک زندان، از اونجا بر اومد به عرش حکومت مصر. در جزء 12 ما سوره یوسف رو داریم. سوره یوسف رو قرآن کریم به صورت کامل در اون
قصه حضرت یوسف رو آورده و از آیه 4 این قصه شروع میشه. قبل از اون داریم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، که ای محمد ما، ای پیامبر ما واسه تو بهترین قصه هایی رو در این قرآن میاریم و شما این قصه ها رو نمیدونستی و در اونجا حضور نداشتی که این قصه ها رو داد و خداوند متعال شما رو از اون اطلاع داد. این قصه به گمان غالب به طلب و درخواست یهودیان یا مشرکان که یهودیان اونها رو تحریک می‌کردند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیده شد و قرآن اومد و همه حکایت رو واسه اونها آورد. لقد کان فی یوسف و اخوته آیه للسائلین، در یوسف و قصه برادراش نشانه هاست و درس هاست برای انسان ها که یاد بگیرن، اونهایی که در پی حقیقت هستند. در این قصه همونطور که عرض شد، اذ قال یوسف لابیه یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، من 17 تا ستاره و همراه با خورشید و ماه رو دیدم که واسه من سجده میکنن. و این قصه میاد تا به اهل مکه بگه که پیامبر هم مثل شما برادر شما بود و شما همین بلا رو که برادران یوسف سر پیامبر آوردید و در نهایت همونطور که برادران یوسف در مقابل شرمسار شدن، شما هم در مقابل پیامبر شرمسار خواهد شد. همونطور که خداوند حضرت یوسف رو حفظ کرد و نجاتش داد، الان از پیامبرش هم دفاع خواهد کرد و این شأن همه مؤمنان هست در همه تاریخ که خداوند از اونها حمایت میکنه و اونهایی که با مؤمنان در میافتند و با خدا در میافتند باید برافتند. یوسف علیه السلام این قصهش اینجا هست که چطور اومدن برادران، چطور یوسف رو بردن و چطور اون رو تو چاه انداختن و جاءوا علی قمیصه بدم کذب، روی پیراهنش با خون تقلبی آوردند و و گفتند به پدرشون که یوسف رو گر خورده، اما پدر گفت که قال بل سولت لكم انفسكم امرا، این مکر و حیله‌ای که خودتون انجام دادید، اما من چیزی از دستم بر نمیاد. فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون، من صبر میکنم و توکلم بر خداست و میدونم که شما دروغ میگید. بعد از اون چطور یوسف از چاه بر اومد و چطور فروخته شد در بازار برده فروشان در مصر و چطور زن عزیز اون رو خرید و عزیز اون رو خرید، چطور در خانه عزیز بزرگ شد و چطور خانم عزیز خواست به اون خیانت کنه و از اون کامجویی کنه و چطور خداوند یوسف علیه السلام رو از این فساد و از این نافرمانی و لغزش مسئول داشت و چطور عزیز حقیقت رو فهمید و به یوسف گفت یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک. یوسف گفت که از این حرف رو گردان باش، چیزی به کسی نگو و به خانمش گفت که واستغفری لذنبک، که از کرده خودت استغفار کن و برگرد و معذرت خواهی کن، چرا که انک کنتی من الخاطئین، تو اشتباه از تو بوده و تو کار بدی کردی. و بعد از اون حرف رو زبان زنها افتاد و یک کلاغ 40 کلاغ شد و در هر جایی اشرافیان می نشستن، زنای اشرافی، حکایت یوسف و زلیخا نقل مجلس اونها بود و زن عزیز هم از این مطلع شد و اونها رو خواست خونه خودش و دعوتشون کرد و براشون یک مجلسی ترتیب داد و به دست هر یکیشون یک میوه‌ای و چاقویی داد و در این اثنا به یوسف گفت که داخل شو. اونا هم یوسف رو دیدن، حیرت زدن و دستاشونو بریدن و فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله، وقتی دیدن دیگه حیران شدند و گفتند که وای این بشری نیست، این هذا الا ملک کریم، این فرشته باید باشه. و زن عزیز گفت این چیزی است که منو روش ملامت میکردید، الان وضع حال خودتون چیه؟ اگه هم حرف منو نگیره من میندازمش زندان. و یوسف
گفت که قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. بار الها به داد من برس، زندان بیفتم واسه من بهتره از این مکر و حیله‌ای که این زنها میخوان، این بلایی که سر من میخوان بیارن، من در زندان باشم واسه من بهتره. و به این صورت حضرت یوسف به زندان افتاد. خداوند دعاش رو مستجاب کرد و اونها حضرت یوسف رو به زندان انداختن و در زندان و همون دوتا همسلولی بود که خواب دیدن و در زندان وقتی از حضرت یوسف تعبیر خوابشون رو خواستن، حضرت یوسف اول اونها رو به یکتاپرستی و توحید دعوت کرد و گفت که این چیزی که من دارم به شما میگم ذلک مما علمنی ربی، این چیزی است که خداوند به من یاد داده و من ملت قومی که کافر بودند رو رها کردم و از مؤمنان هستم و بر ملت و بر دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوبم و شایسته من نیست که شرک بورزم به خدام و شما دوستای من ای همزن دنیا شما هم شایسته نیست که شرک کنید به خدای یکتا، برگردید به سوی خدا و ایمان بیارید به سوی خدا. این بت‌هایی که شما ساختید اینها دست پرورده خودتون هست و این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه، امر و دستور از خداست و خداوند امر کرده که جز او رو کسی رو پرستش نکنیم. و براشون تعبیر خوابشون رو گفت و اینها رفتند و اون طرف رفت و ساقی پادشاه شد و پادشاه همون خواب رو دید و اون یادش اومد که یک همچین کسی تو زندان بود، به پادشاه گفت و رفت پیش حضرت یوسف، تعبیر خواب پادشاه رو از اون خواست و حضرت یوسف اون خواب رو تعبیر کرد و پادشاه حضرت یوسف رو پیش خودش خواست بعد از اینکه تبرئه شد از مکر و حیله‌ای که زنها داشتند و زنهای اشرافی اعتراف کردند و حضرت یوسف رو پادشاه خواست و قال الملك ائتونی به استخلصه لنفسی، این رو بیارید که من این رو واسه خودم میخوام، باید مستشار من باشه و در کنار من باشه. و یوسف هم بعد از این که گفت که شما در پیش ما خیلی محترم هستید و جایگاهی دارید و ما شما رو تازه شناختیم، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من آدم کارایی هستم و میدونم چی به چیه، منو مسئول خزینه دولتت کن و بذار که من با این مشکلی که پیش روست به اصطلاح برخورد کنم. و چنین هم شد، پادشاه اون رو شخص دوم مملکت قرار داد و كذلك مكنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء، ما به این صورت یوسف رو آوردیم در جهان و در سرزمین مصر پادشاهی دادیم و قدرت دادیم تا حرکت کنه، فرمان روا یوسف است، هر جا که دلش میخواد بره و هر کاری که دلش میخواد بکنه. این چنین هست که ما اجر محسنان رو ضایع نمی کنیم و افراد نیکوکار و افراد با خدا اجرشون ضایع نمیشه و بعد از صبر به نتیجه خواهند رسید. ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و كانوا یتقون، و بیگمان که اجر و پاداش الهی در روز قیامت برای مؤمنان از اون چیزی که در دنیا خداوند واسه ایشون برای متقیان و پرهیزکاران ترتیب داده به مراتب آخرت و بهشت بهتر و بهتره. زیباست که اگر خداوند منان به انسانی نعمتی رو ارزانی کرد، قدر اون نعمت رو بدونه و به دیگران هم این رو ذکر کنه و شکر خدا رو به جا بیاره. اما وقت احیانا افرادی هستن کم ظرفیت، افراد حسود، افرادی که نمیتونن نعمت رو برای شما ببینن، در این موارد بهتر است که انسان اون نعمتی که خداوند بهش داده، اون فضل رو از اونها پنهان کنه تا اونها در آتش حسد و کینه نسوزند. این اولین درسی است که ما میتونیم از قصه حضرت یوسف علیه السلام برداشت کنیم که حضرت یعقوب تاکید داشت که نکنه این خوابت رو برای برادرات حتی تعریف کنی، چرا که حسد انسان رو داغون میکنه و حتی باعث میشه که انسان عقلش زیر پاش بره و حتی صله رحم، حتی به برادرش هم رحم نکنه
و در این موارد بهتره که انسان کوشا باشه و یک انسان باید سعی کنه که حسد رو، این بیماری رو در قلبش علاج کنه، درمان کنه با شناخت خدای یکتا، با رسیدن به طرف، با حرکت به سوی خدای یکتا و اینی که درک کنه که خداوند منان اون رو، هر چیزی رو به اصطلاح به هر کی بخواد میده و از خدا نعمت بخواد، نه اینکه حسادت کنه و بخواد که نعمت الهی از دیگران گرفته بشه. در این قصه ما دیدیم که چطور خداوند متعال بندگانش رو آزمایش میکنه. یوسف خردسال معصوم آزمایش شد، تو چاه افتاد، از چاه گرفته شد، برده شد. یوسف فرزند پیامبران در بازار برده فروشان مصر به حراج گذاشته شد. بعد از اون رفت به خونه عزیز به عنوان یک برده، بعد رفت توی زندان، تو سیاهچال افتاد و بعد از اون فرج الهی اومد و در نعمت و ناز و نعمت رسید. همه اینها آزمایش الهی بود، آزمایش در سختی ها، آزمایش در ناز و نعمت. یعقوب مورد آزمایش قرار گرفت، پیامبر خدا آزمایش قرار گرفت، بچهش از جگرگوشش رو از دست داد. بعد از اون یعقوب علیه السلام مورد آزمایش های دیگه هم قرار گرفت، بچه دیگهش رفت، بچه سومش رفت. بعد در نهایت با نتیجه صبر و شکیباییش این بود که خداوند متعال به اون رحم فرمود و دروازه نعمت رو به سوی اون، دروازه خوشبختی و خوش سعادت رو به سوی اون گشود. همه اینها آزمایش های الهی است که برای هر مؤمنی تکرار میشه. شما در هر موقعیتی که هستی باید این در مقابل آزمایش ها همون گفتار حضرت یعقوب بر زبانتون باشه که فصبر جمیل، من صبر و شکیبایی زیبایی رو به نمایش میگذارم تا خداوند متعال ببینه که من به اصطلاح هیچ موردی ندارم و هیچ مشکلی ندارم، در مقابل صبر شکیبا هستم. یوسف الگویی است از عفاف و پاکدامنی برای همه جوانها که در هر موقعیتی که هستند باید چشمشون رو از حرام نگه دارن و پاکدامنی و عفت خودشون رو حفظ کنند که در نهایت پرهیزکاران، صابران، مؤمنان به سعادت خواهند رسید و خداوند متعال اونها رو ضایع نخواهد کرد. از سجن احب الی مما یدعوننی الیه، این باید شعار هر انسان صادق و مصلح و نیکوکاری باشه که هرگز به ترس از زندان و وحشت باعث نشه که اون به سوی حرام و فساد بره. در هر محیطی که هستی، اگر شما کارمند هستی و به شما میگن که یا رشوه بگیر یا رشوه بده، یا این که از کار میکشیمت، یا فلان بلا رو به سرت در میاریم، و یا شما مورد تهدید قرار میگیرید، یا این که کار حرام میکنید، یا مورد به اصطلاح تو اگر کار حرام کردید به رفاه و آسایش میرسید و اگر نکردید به زندان میافتید و بلایی سرت میاد. در همه این موارد باید رو زبانت باشه از سجن و احب الی مما یدعوننی الیه، زندان پیش من عزیزتر و لذیذتر و بهتره از این چیزی که اونها منو به سوی اون دعوت میدن و من هرگز مخالفت فرمان و دستورات الهی رو نمی کنم. و یک نقطه بسیار مهم اینی که خداوند متعال بر مؤمنان این فضل رو داره که دعوت به سوی اصلاح و ساختار اجتماعی و عقیده درست این وظیفه پیامبران است و این وظیفه رو، مسئولیت رو خداوند به هر مؤمنی، به من و شما داده و این یک کرم الهی است که کار پیامبران رو بر دوش ما گذاشته و مؤمن در هر جایی که هست، در هر فضایی که هست باید این مد نظرش باشه و مردم رو به توحید و یکتاپرستی دعوت کنه، همونطور که یوسف در سلول تاریک زندان این کار رو میکرد و زندانیان رو به خداپرستی و توحید در هر فرصتی که به دستش میومد اونها رو دعوت میکرد به خداپرستی و توحید و سعی میکرد اونها رو به سوی ایمان بیاره. این وظیفه هر مسلمانی هست در هر فضایی که هست. قصه یوسف سرشار از درس هاست و به این چند مورد من گذرا اشاره کردم و شما انشالله با خوندن این قصه و با زندگی در فضای این قصه
بیشتر و بیشتر با این درس ها آشنا میشید. البته میدونم که میپرسید خب قصه برادران یوسف به کجا رسید، اونا چیکار کردن؟ این رو با هم در جلسه بعد انشالله دنبال میکنیم.